اعتراضات به حق مردم و حوادث خونبار ماه‌ها و سالهای اخیر حقایق بزرگ و مهمی را برای ملت ما ثابت کرد. قانون اساسی نو، آینده‌ای نوین. اصرار بر روش‌های سرکوبگرانه به جای گفتگو و ابنا و خودداری از برداشتن حتی کوچکترین گامی در جهت احقاق حقوق صریح شهروندان. قانون اساسی نو، آینده‌ای نوین. زایش دلهره آور فاصله های طبقاتی، سیاست های ماجراجویانه دشمن محور به جای دوستی و همکاری جهانی و منطقه‌ای. قانون اساسی نو، آینده‌ای نوین. فساد گسترده در نهادهای پولی و مالی، خفقان گسترده فرهنگی، فقدان آزادی‌ها و سرکوب وحشیانه زنان و مردان و حتی کودکان. قانون اساسی نو، آینده‌ای نوین. ایران و ایرانیان امروز نیازمند و مهیای تحولی بنیادینند. قانون اساسی نو، آینده‌ای نوین. زن، زندگی، آزادی، این سه کلمه بذرهای آینده روشنند. آینده پیراسته از ظلم و فقر، تحقیر و تبعیض. همان حقی که شالوده انقلاب مردم در سال 57 و قانون اساسی فعلی قرار گرفت، برای نسل‌های بعدی نیز محرز است. حق گشودن مسیر به سمت آزادی، عدالت، مردم سالاری و توسعه با تدوین یک قانون اساسی جدید. قانون اساسی نو، آینده نوین. به طرح میر حسین موسوی آری میگوییم.